محمد و اژدر داخل یه زندان ماخوفگیر میافتند. اما این زندان اصلاً عادی نیست. این یه زندان عمودی هست که هر طبقه 2 نفر گیر افتادن و هر روز یه سینی پر از غذا با آسانسور از طبقه 0 شروع به حرکت میکنه و توی هر طبقه لحظه ایست میکنه تا زندانی ها بخورنش. یه روز که سینی غذا به طبقه محمد و اژدر میرسه، محمد به اژدر میتونی بخورش. چون همیشه از این خبرها نیست، محمد حرفای اژدر رو به یه شماره دایورت میکنه و با ناز و آشوب شروع به خوردن میکنه. اما بعد از مدتی پیشگویی ها، محمد واقعیت داره و سینی زندان داخل طبقات ایست میکنه. زندانی ها جوری غذا میخورند که انگار از قفسه فرار کردنند. حتی تهش هم به طبقات بعدی نمیمونه. تو طبقات پایین آنقدر شرایط ترسناک میشه که زندانی ها دست به کارهای خوفناکی بزنند. اما خیلی زود اتفاقی بدی میفته. برای دیدن فیلم های بیشتر چنل یوتیوب ما رو ساب کنید و لایک و کامنت انگلیسی فراموش نشه و زنگوله رو فعال کنید تا فیلم گذاشتم با خبر بشی.